بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز و نازنین، مردم دوست داشتنی افغانستان، عیدتان مبارک. امیدوار هستم که 3 روز عید را با خوشی و خوبی در کنار خانواده های عزیزتان سپری کرده باشین. ایام عیدتان با خوشی ها سپری شود. دهاتی صاحب عزیز، خیلی خوشحال هستم که باز هم در کنار هم در خدمت هموطنان عزیز ما قرار داریم. قربانت سلامت باشی معید گرامی. من به نوبه خود سلام تقدیم میکنم خدمت تمام هموطنان عزیزم و بازم عیدتان مبارک. تشکر دهاتی صاحب گرامی. شب گذشته هم یادآوری کرده بودیم که امشب با همکاران خیلی عزیز و نازنین ما در ویژه برنامه نسیم عید که با چهره های فراز است در خدمت هموطنان عزیز قرار میگیریم انشاءالله و از داشته های همکاران عزیز در این برنامه استفاده میکنیم. انشاءالله یک برنامه قشنگ و خودمانی در پیش رو خواهیم داشت. میشه توضیح بدین که در لابلای برنامه چی پروگرام ها داریم؟ پروگرام قسمی از دیگه برنامه خودمانی است. همکارا در 30 روزه مبارک رمضان مکمل هر کس در برنامه بود و هر کس مصروف بود. دیگه از خستگیشان پرسان میکنیم، از خاطراتشان، از زحماتی که کشیدن. فکر میکنم دهاتی صاحب همکارای عزیزی داریم که واقعا شبانه روزی در استودیو زحمت میکشن، در عقب کامرا، در پشت کامپیوترایشان و در برنامه‌های متعددی که از استودیوی فراز نشر میشه. انشالله با هر کدامشان گپ و گفتایی می داشته باشیم، گیم بازی میکنیم، قصه ها، خاطراتشان از برنامه‌هایشان را انشالله که یک برنامه کاملا متفاوت و دیدنی را با شما شریک می سازیم. امیدوار هستم که شماها هم تا پایان برنامه را بیننده باشین و از گپ و گفت‌های همکاران ما هم لذت ببرین، چون برنامه خیلی متفاوت و قشنگ و با گیم‌های متفاوت است. دهاتی صاحب اگر نظر خودت باشه یک وقفه خیلی کوتاه میگیریم، دوباره با همکاران عزیز ما یک جای در خدمت بیننده‌های عزیز قرار میگیریم. دوباره برمیگردیم، همراه ما باشید. بلب حرف و بدل فریاد دارم، رخ تر خاطر ناشاد دارم. غم ویرانگری کرده به جانم، به جای سینه درد آباد دارم. چقدر عالی، ماشاءالله. اصلا اگر بدل من نبود تمام این برنامه نسیمی در خود شعر میخوام. برگشتیم بیننده های عزیز، هموطنان عزیز و نازنین. ناگفته نمانه که به پایان برنامه نسیم عید رسیدیم. پایان برنامه نسیم عید خیلی جالب و متفاوت است. بله. متفاوت دهاتی صاحب به خاطر ای است که همکاران عزیز و نازنین ما در استودیوی فراز با ما هستند. همکارانی که واقعا زحمت میکشن، تلاش میکنن و ناگفته نمانه که یک انرژی مثبت برای ما و شما هستند. بدون شک. نظرت چی از دهاتی صاحب که همکارا را خودت یک معرفی بکنی به بیننده های عزیز؟ خب من معرفی کنم. بله. بسیار خوب. قادر جان جلیلی که همین یادم نداره که خودش گفته بود که تخلص من بگوین. قادر جان جلیلی که واقعا عاشق شعر است، عاشق کارش است، در بخش تکنیک و کامرا و ادیت با ما همکار است و شب و روز تلاش میکنن. خسته نباشید. تشکر دهاتی عزیز. عید هموطنان و همکاران عزیز تبریک باشه. سلامت باشه. تشکر. بخیر باشین. نوید جان حیدری هم در بخش گزارشات شهری ما را همکاری میکنن در فرازکست. حیدری عزیز بسیار خوش آمدید. عید مبارک باشه. عید شما مبارک باشه. دیات صاحب نازنین، ماهد صاحب نازنین، پارسا صاحب نازنین و حیدری صاحب نازنین، خدا کنه که خوب و جور و صحتمند باشین. یک سلام گرم به وطندارای نازنین ما که چی در دیار غربت هستن و چی در داخل افغانستان ما را تماشا میکنن. خدا کنه که یک رمضان خوب و یک رمضان عالی و پر از عبادت سپری کرده باشیم و همین مهمانی که یک ماه مهمان ما بود از پیش ما راضی رفته باشه و به نوبه خود عید را برای تمام شما عزیزان تبریکی میگم. خدا کنه که یک عید خوب و خوش و مملو از محبت سپری کرده باشه. من خیلی تکرار گپ خودش میگم. تشکر نوید جان نازنین. خیلی و دیگه هم کارا رو معرفی کرد.
همکارا را معرفی کردن. بیننده های عزیز، هموطنان نازنین، در خدمت همکارای ما هستیم. این طرف خودم معرفی بکنم. معرفی کنی خود. پارسا صاحب که به گفته جلیلی صاحب دوست خودت یک پایه و اساس استودیوی ما هستن. واقعا نظراتشان همون کارکردهایی که میکنن و پیگیریایی که دارن. مشاور اعظم احمد جاوید پارسا، جاوید جان پارسا، جاوید احمد پارسا، گرداننده موفق و خوب پادکست نبض زندگی که خیلی یک برنامه جالب، خوب و پر از محتوا است و هموطنان عزیزم میبینن، بیننده هستن و لذت میبرن. و استاد حیدری که دنیای از دانش و کمال هستند. خیلی خوشحال هستم که شما را داریم و برنامه آوای کهن پیش میبرن. سلامت باشین. شد ودا ماه روزه، نوبت افطار شد. چشم جان از خواب غفلت ناگهان بیدار شد. عید فطر آمد که گوید ای مسلمان شاد باش. رحمت حق بهر تو امروز بی مقدار شد. سلام خدمت همه شما عزیزان، با امید صحتمندی و سلامتی. عید همتان مبارک. نام خدا میبینم هر یک با لباسایتون نو، لباسایتان مبارک. عید شاد بر شما میخوایم و برای بیننده های عزیز عید شاد و موفق آرزو میکنم. تشکر پارسا صاحب، لباسایت مگم خیلی قشنگ است. بسیار تشکر استاد، لطف دارین. تشکر که در این برنامه زیبایتان دعوت کردین. یک سلام خدمت بیننده‌های عزیز تقدیم میکنم. عید سعید فطر به شما مبارک باشه و از طریق شما به خانواده‌های عزیزتان مبارک باشه. تشکر. عید به دیاتی عزیز، نوید جان، قادر جان، حیدری صاحب و همکارایی که در پشت صحنه تشریف دارن، صمد جان، غفوری صاحب، استاد فهیم، ناصر جان، کبیر جان، تمام همکارایی که در پشت صحنه تشریف دارن. واقعا تمام زحمت ای همکارای ما میکشن و عید سعید به تمام شما مبارک باشه. کاری که باید ما خودت میکردیم پارسا صاحب کرد. ما خازمون خاطر گفتم که یک پایه و اساس استودیو است. انجینیر صاحب جلیلی و ناصر جان جلیلی و کبیر جان باید تشکری میکردیم که واقعا ستونای بزرگ اداره ما را فراموش کردیم. لطف کردی پارسا صاحب. بخیر باشید. ما را مقصد ما پارسا صاحب قبلا هماهنگی کرده بودیم که بازی یاد بکنه. متوجه باشی. والا خب اون فرستی. از یه خاطره جالب یادم آمد. میگم برنامه شهری کدام کسی پرسید که همراه یکی از هموطنای ما صحبت میکرد که در رابطه به می موضوع چی نظر دارین؟ و نفر شروع کرد که سلام خدمت شما بیننده های عزیز، با امید صحتمندی و سلامتیتان. درود پاک بر حضرت نبی محمد صلی الله علیه و سلم. بسیار در این بخش ما هیچ نظر نداریم. نظر میکنم گپا و جملات خوبش آخر نظر نداشت. همیه از قضیه را من اینجا امرایتان شریک میکنم. اما قادر جان خودش گفته بود که باز دلیلش پرسان نکنین. اما چیزی که مهم است که در اواخر 6 صبح به استادیوم. واقعا قادر جان واقعا که زحمت میکشن از تمام خدمات دفتر که بگین واقعا که به دوش قادر نازنین است که همیشه که بررقه ما میکنه. آخر یک روز گفتم برادر ما خب دیگه نمیشه، یک روز دو روز هم کار هستیم، برو و کارت برس. همیشه لطف میکنه. یک گلایه و شایستگی و بزرگی خودش است. یک گلایه هم کردم از پیشش که همیشه که خودت برنامه دیوان پیش میبری باز قادر جان تق عکس خودت میگیره استوری میکنه. ما گفتم چرا از شما کامل استوری کنید؟ کلا ما گلایه داریم. خودت دوست داره. استاد ماید عزیز، خودتان میفهمین که برنامه ها زیاد است و مسئولیت ها در کنارش خیلی زیاد است. رسیدگی نمیتونیم بعضی اوقات. چطور رسمی شدی؟ یک سوال جالبه که از ما پرسان کردن انجینیر صاحب فهیم و قادر جان که بیشتر با کدام مراحت هستی؟ ما نبردم گفتم همراه ناصر. ناصر جان واقعیت هسته؟ واقعیت گفتم. داتی صاحب همراه نوید جان دوستا شوخی میکنن. تازه که گزارش شهری رو شروع کرده بود به همین قضیه چی بوده که حالا دیگه به طرف پایان میروید. دقیقاً من میخوایم یک چند صحبت داشته باشم. نوید جان همیشه در گزارش های شهری که میباشن و گزارش ثبت میکنه. معمولا برنامه نوید جان ما ایدیت میکنم.
همون مسئله کم کم میریم بود. کم میریم. برنامه ما خوب است یا خراب است کم تمامش کم. مربوطه خود جان میشه. چند بار برش یادآور شدم که ایدری صاحب عزیز همی کم کم میری و کلا از عملای کم صحبت کم میریم من به نازنین تبدیل کردم. خود گزارشش میگه کم کم میریم. کم کم به پایان میریم. این حال کم کم بالا میریم. همین دو جمله را خیلی زیاد جالب یادآور گپ می‌شه. چی بود که روزای اول که من گزارش ها رو ثبت میکردم باز امو سمت که طرف پایین روان بودم میگفتم کم کم طرف پایین میریم و بعدش همون سمت که دوباره باز میرفتم میگفتم این حال کم کم طرف بالا میریم و این برای خود من جالب بود. معلوم نمیشد که در تصویر فهمیده نمیشد که به طرف بالا میرن یا به طرف پایین. در مجموع نوید جان یادآور میشد که میریم به طرف کم کم به طرف بالا میریم. به طرف پایین. بله. پارسا صاحب بله استاد. برنامه نبض زندگی چطور پیش میره؟ استاد برنامه نبض زندگی بسیار خوب پیش میره. مگم یک گلایه از پیش دارم. اولین برنامه نبض زندگی رو ما خودت ثبت کردیم. هنوز نشده. انشالله هستیم استاد. خب برنامه را قرار است چون ستش تغییر کرد، ست مقبولتر شد، گفتیم ماشاءالله. برنامه را با شما دوباره ثبت کنیم. انشالله هستیم. خیمام برنامه خدا یک را ذره دوباره مقبولتر ثبت بسازیم. می‌کنیم. مقبول هستین استاد؟ بله. و جالب گپیش است که ایدری صاحب دو تا ایدری داریم. بله. هاشم جان ایدری تمام موضوعات برنامه شب سیف چیز میکنه، حفظ میکنه. واقعا که سخت است. این مکانیکی یا از ذهنتون میمونه هاشم صاحب. ایدری صاحب. روزای اول کمی دشوار بود چون من در بخش رسانه هیچ تجربه نداشتم، اما عادی شده چون قبلا در پانتون تدریس میکردیم، در مکتب تدریس کردیم، اما یکی دو بار که میبینیم محتوا ذهنشین میشه و دوباره تشریح میکنیم. البته سعی به این میشه که قسم تشریح شو کنم و بیننده های عزیز درک کنم و موضوع رو حذف کنم. که قدر موضوع دشوار نیست، لطف نظر شماست. و جالب گپیش است معید صاحب که نوید جان ایدری رمضان بسیار سرش سنگینی کرده بله بوده. برنامه‌هایش در یک جای میره که لاور میخوانه کلکینچه فروشی. خب کم پیش که میره که کلچه فروشی بوده. باز از خاطرهای جالب دیگه خودت چی از نوید جان که در توته دشمنان کلکینچه فروشی که کلچه فروشی رو کلکینچه فروشی خوانده. صاحب نازنین از قربان. در جریان کار ما در ساحه هستم همیشه در شهر و بازار طبق معمول بسیار حادثات جالب رخ میده و بسیار با آدمایی که صحبت میکنیم با اشخاصی که صحبت میکنیم بعدش هم بسیار صحبتای جالب می داشته باشن. یکی از صحبتایی که هیچ وقت من یادم نمیره داخل مندهی شدم و گزارش از مندهی ثبت میکردم. با یک کاکای ما صحبت کردم، همین که بردم گفتم سلام علیکم، بدون سلام یک بار به انگلیسی شروع کردم. همین که میگه بردم چی رو بردم؟ میکروفون. مایک خدا بردم. وقت زمانی که من مایک برشان بردم دیگه هیچ سلام اینا ندادن، مستقیم شروع کردن به انگلیسی صحبت کردن و دوباره که مقدمه سلام کلام بدون مقدمه فقط به انگلیسی در گزارش هم هست به انگلیسی شروع کردن و یک قسم انگلیسی هم میگفت که من در آخر صحبتم گفتم که نه خودش میفهمه بیننده هم نفهمیدن. دقیقاً. و یک روز دیگه که ما رفتیم شهرک حاجی نبی، روز برفی بود، ما همین چشمایم با روشنی زیاد حساسیت داره. من خود گفتم نه. در شهرک حاجی نبی رفتیم با کبیر جان، گفتم که یک دونه عینک بخریم، گفت خیر از او پیشترک میخریم. کبیر جان یک دونه عینک بخریم، گفت خیر از او پیشترک میخریم. یک زمان شد که گپ ما این در شهرک حاجی نبی رسید. ما دیگه همین چشمایم بسته بود، همین کل گزارش هم شیمپوت برای تا گزارش ثبت کردم و مجبور بودم چون عینکا نبود. او برام بسیار جالب بود. باز برنامه بنا شده؟ دیگه برنامه نشر شده دیگه. قادر جان تاییدش کرده بود یا نه؟ میگم کمکی یا معلوم شود چشمای درست است. پارسا صاحب برنامه نبض زندگی قاعده و قانون داره؟ کدام اصول مشخص داره؟ اگر به بیننده‌های عزیز شریک بکنید. کدام قاعده و قانون خاص نداره. تلاش ما در پادکست نبض زندگی همی است. البته تنها من به مشوره جلیلی صاحب صمد جان ما چون میدیدیم که در آخر پادکست در کانال های یوتیوب یا رسانه ها بسیار عام شده، ولی تمرکز اصلی از اونا سر شخصیت ها بود. ما با مشوره هم گفتیم بیشتر قصه‌ای است دیگه پادکست ها معمولا قصه‌ای است و فکر میکنم که بیننده و یک چیز با کارآمد یا مفید برش نیست. فقط یک شخص میام و داستان زندگی خود میگه.
اما تجربیات خود قصه میکنه. ما گفتیم یک پادکست بسازیم که علمی باشه، مشکلات جامعه باشه یا در بخش صحی آگاهی باشه، در بیماری‌ها باشه بله. یا مشکلات روانی باشه، اینا رو در موردش متخصص بخش دعوت کنیم که در اون مورد صحبت کنه تا کم بیننده ما اگر برنامه رو میبینه یک چیز برداشت کنه از امون. اینه که تنها اون شخص بیای زندگی خود قصه کنه و به بیننده کدام پیام خاص نرسه. دهاتی صاحب پیش از اینکه سر هوای کهن بریم یک وقفه میگیریم، دوباره انشالله در خدمت بیننده های عزیز میباشیم. برگشتیم. بیننده های عزیز، شما بیننده برنامه نسیم عید از استودیوی فراز هستین. در قسمت جالب و دیدنی برنامه رسیدیم با چهره های عزیز و دوست داشتنی فراز، کسانی که واقعا زحمت میکشن، تلاش میکنن و به ما و همکاران ما انرژی میبخشن. قبلا معرفیشون هم کردیم. ناگفته نمانه که یک مهمان دیگه هم داریم. دقیقاً. کسی که جایشان هم اینجا خالی هست. هر سلیقه خوبی را که در استودیو میبینیم سلیقه امو آدم است. بدون شک. و امروز هم مکمل مصروف بوده و همه همکاران او را دوست دارن. شما هم دوست دارن؟ بسیار زیاد. کی هستن بخوایم شد؟ صمد جان جلیلی یک شخصیت خیلی نازنین، خیلی مهربان، یک مدیر مدبر. این را واقعا بدون صفایی میگم. خیلی کار میکنن، خیلی زحمت میکشن. جلیلی صاحب بفرمایید. و همچنان یک آدم مثبت. بسیار. بفرمایید جلیلی صاحب، بفرمایید. میکنین هیچ چیزش هم نیست. سلام. ایام شریفتان تبریک. حیدری صاحب بزرگوار. پارسا صاحب. جلیلی صاحب تمام باشین با خدا. ماشاءالله. من همیشه گفتم خودت خوش طریقه است. خسته نباشید جلیلی صاحب، خسته نباشید. عیدتان مبارک. خوش سخن. عیدتان تبریک. طاعت عبادات. عید مبارک. روزا و نمازتان خسته قبول. نباشید. شاعر خوش صدا، خوش سیما. من قدر در مورد خودت بگویم کم است. بسیار تشکر. حیدری صاحب عزیز، مدعای جلیلی صاحب صاحب نازنین، عیدت مبارک باشه و خدا کنه عید خوب و خوش سپری کرده باشی. اگرچه خودت شما خیلی دیگر از یاد میبینین. بفرمایید. جلیلی صاحب اگرچه خودت تمام 3 روز عید در استودیو بودی و زحمت کشیدی و کار کردی، جاش بود که از جلیلی صاحب تقدیر بکنیم. دقیقاً. اگرچه ما یک توفای چیزی نداریم، امی که یک مدیر مدبر هستن و یک آدم توانا واقعا که همین زمینه را بسیار صمیمانه و رفیقانه برات مهیا میسازه که اصلا تو احساس نمیکنی که کدام سختی یا غلطی یا اشتباهی از تو سر بزنه. اصلا تازه که برنامه دیوان ثبت میکردی که برات میامد لپسینگ میکرد. دهاتی صاحب نازنین. قربانت، بسیار زیاد خوش آمدی. خسته نباشی، خسته نباشی. قربان شما عزیزم، بسیار زیاد تشکر. قبل از اون سلام دارم خدمت هموطنان بسیار خوب و نازنین ما. جا دارد از همه دریچه فرارسیدن حلول پرمیمنت عید سعید فطر و تمامی کافه ملت غیور افغانستان تبریک و تهنیت بگویم و همچنان به اوی وطندارای ما که در دیار غربت هستند، در مسافرت هستند، عیدشان مبارک، طاعت عباداتشان قبول. آرزو میکنم که یک روزی باشه که به زودی اونها هم شاهد باشیم که در وطن عید را سپری میکنم، تجلیل میکنم و عید تک تک شما هم تبریک باشه. شما خسته نباشید. اصلا من احساس میکنم که میادم پشت صحنه طبعا که تکلیفا و زحمت های خود داره که آدم زحمت بکشه، ولی گردانندگی و پیشبرد برنامه که شما فکر بکنید که چند ساعت طولانی شما میشینید سخنرانی میکنید، جای افتخار است. دیگه قرار است که ما از شما تعریف کنیم، شما از ما. خب برنامه را ما دارم که ساختیم دیگه. چهره های فراز، چهره های جلیلی صاحب، یک سوال، همیشه هم تو مثبت نگر هستیم؟ واقعا چه سوال کرده؟ بسیار جالب است. استاد یک چیز صادقانه براتون بگویم که میگه هر چی در جستن آنی آنی و در پی جستن نانی نانی. بله.
این بسیار معقوله بسیار قشنگ است، صدق میکنم. این انسان هر قدر مثبت ببینه، شما باور بکنید که یک پوینت منفی که ممکن منفی شوه، او باور به مثبت تبدیل میشه. و من خودم فکر میکنم، من خودم خودم نمیفهمم، و دوستا میشه فیدبک شاید امی بوده که من آدم مثبت بودیم. 2000 مثبت باشه استاد. تشکر. خیلی خوشحال هستیم که در جمع ما شما هم حضور پیدا کردین و عملا در مقابل کامرا نشستیم با هم. دهاتی صاحب، یک چیزی که از جلیل صاحب مرا بسیار خوشم میاد پر دغدغه بودنشان است. هر روز با این آدم که میشینی یک گپ نو داره، از هوای کهن و نبض زندگی که نقش جلیلی صاحب است تا گزارش شریف تا دیوان تا خواب انتخاب اسم برنامه‌های بله این پلانای کاری که ایجاد میکنن، تهیه میکنن، تولید میکنن، واقعا زیباست، واقعا که مدیرانه هست. بخاطر خودتون زیباست. قربانت. والا من از بس که این توصیف زیاد آشنا احساس میکنم که اینا مرا نمیگه. من راستش استاد صادقانه میگم براتون، من هیچ وقت کار به یک شخص پیش نمیره. ایره صادقانه میگم. شاید بیننده‌های ما همیشه برنامه رو در قالب یک ویدیو تماشا بکنن، اما شما ما شما عملا میبینید اینجا نقش یک نفر نیست، اینجا کار تیمی است. این تک تک افراد اینجا که کار میکنه، زحمت میکشه. حیدری صاحب همیشه وقتی من گزارشش میشنم خودم لذت میبرم، حتی مکررن دوبار گزارشش تکرار میشنم. پارسا صاحب که وقت پادکستش آدم میبینه احساس میکنه که یک کتاب کامل را در یک ساعت قالب برنامه‌اش آدم مطالعه کرده. استاد عزیزم دیگه که ما چی بگم استاد؟ خب هرچند این حقیقت است، من زیاده گویی نمیکنم، حقیقت است استاد. وقتی خودت بیایی همیشه مقابل با خودت یک چون یک برنامه استاد ستاره باران است. مقصد شما فعلا در بگرام شما کابل هستید. بله ما دیگه امروز مهمان شما کابل هستیم. فقط شام کابل استاد احساس میکنم همین نام کابل و شام کابل چه حس قشنگی است. فعلا بشنم بازی دیگه که استاد موحد عزیز سلام نام استاد همیشه من دهاتی صاحب بزرگوار که همیشه دیپلماش ما دیگه زیاد نمیگم. من بیشتر برای گفت که خودت میخوایم در صحنه داشته باشم. من گفتم باشه یک شرط میگم که با ما یگان 4 بیتی بسیار نازنین و قشنگ دیکلمه کنید. امروز سر مقدار شعر خواندیم. هنوز ما پشت صحنه بودم فقط بیاور این همیز شعر میخوانه و خلاص دیگه اصلا دهاتی صاحب دمی فیلم ها که ببینیم یک بک‌گراند موزیک بسیار آهسته داره که آدم متوجه نمیشه، اما تمام لذت و کیفیت فیلم هم بک‌گراند موزیک میسازه. دکلمای شما هم در این برنامه ما هم تو یک حیثیت بازی میکنه. واقعا بسیار زیبا دکلمه میکنین و لذت میبریم واقعا. اگه یک بک‌گراند بر نبض زندگی هم بتیم چطور است؟ بک‌گراند یک بک‌گراند موزیک. نبض زندگی استاد یک چیز دیگه است. نبض زندگی بسیار یک ویژگی منحصر به فردش داره. فکر میکنم که پارسا صاحب کدام نوید خوش هم داره برنامه نبض زندگی. فکر میکنم یک کم آپدیت شد و خب قرار است که بیننده‌هاش یک چیز جدید ببینن. چی از خودشون توضیح بدن که پارسا این گپای ما رو ثبت نکنین. نه خب ثبوت میگیره نه آیفون را پیش کامرا مونده که کدام صحنه برنامه قطع شده. تشکر جلیلی صاحب. خبر تازه یا به گفته شما اپدیت در مورد پادکست نبض زندگی است که ما به این فکر بودیم که موضوعات که است بسیاری موضوعات است که مربوط میشه به طبقه اوناس. فکر کردیم که باید یک کس باشه که از طبقه اوناس که همون موضوعات سرش بحث کنه و خوشبختانه یک گرداننده بسیار خوب، یک گرداننده بسیار با سواد موفق پیدا کردیم که خوشبختانه شروع کردن کار خود و موضوعات را رویش بحث میکنند که مرتبط با خانما است، موضوعات فامیلی، خانوادگی، در کل موضوعات مفید را رویش بحث میکنند و امید داریم که یک برنامه یا یک پادکست بسیار خوب و مفید داشته باشیم. شما مقبول نمیشه نه؟ از او کده بالاتر نشه. یعنی گرداننده از گرداننده شما کابل هم که تکړه است. استاد چی یک واژه؟ خب پنده که جالب نیست. اولین بار است ما میبینم واحد صاحب بخیلی کرده. نه ما موضوع دیگه بود بباش پارسا صاحب باش این فضا از یک ذره تراجی برای امی واژه تکلر استاد گپ جالبی است که تا فعلا ما خودم از نزدیک ندیدیم گرداننده را، اما نظر و تعریف هایی که جلیلی صاحب کردن و یک برنامه شان دیدم دیگه قوی بود برنامه.
از برنامه شما مقابل کرده قوی نه ولی ناگفته بمانه که همکارا لطف میکنن تمام برنامه ها مشترک است، همگی نقش بازی میکنه و هر برنامه ما که خوب پیش میره یعنی همو حس خوبیش به هر مگی داده میشه. همون قسمی که جلیلی صاحب لذت میبره ما هم میبریم. برنامه آوای کهن را جلیلی صاحب بسیار به شوق و ذوق بر ما قصه میکردن، بسیار تعریف هم میکنم. آوای کهن همین که میامدیم یک برنامه راز نفته است. آوای کهن. بعد یک روز آمدم که همین دست مگرفت استاد موحد یک آدم بسیار فوق العاده را پیدا کردیم با آوای کهن که اتور است. باز ما یک رم حسادت بخیلی توان نکنه که با این هم از شما مقابل کرده. بعد ایدری صاحب که دیدیم با همین شخصیت، با همین وزنه، با این ادبیات خوب، چطور است آقای کهن؟ آقای کهن شکر جور تیار است، تازه دیروز از شفاخانه سیرش خراب شده. حالا صحتمند شده الحمدلله. خدا از دختر مریضی سلام میرسه. نه فعال است نام خود. اولین برنامه آقای کهن جلیلی صاحب خودت زیاد ریش بحث میکردی و خوشت آمده بود، چند بار دیدی گفتی که فیدبک خوب داره، کسایی که مشوره خواسته بودی. چگونه شروعش کردین؟ یاد باشه که دهاتی صاحب که ابتدا نو شروع میکرد برنامه دیوان را، جلیلی صاحب 1000 قسم برشان چی میکرد؟ بادی لنگویج استفاده میکرد، تمثیل میکرد. با شما چرا این کلمات ما چقدر قشنگ فارغ از شوخی، اول به استاد موحد ما عرض کنم که شما خودتان بزرگوار هستید بدون شک. وقتی من اینجا آمدم براستی هر برنامه گرنگی خدا داره. شام کابل، بخش نبض زندگی، برنامه شهری، دیوان، یعنی شما پیشکسوتای ما هستین. ما از شما یاد میگیرم. این لطف شما. ما دیگه بیننده های عزیز یک از دیگه تعریف کردیم. نه واقعیت امر است. واقعیت امر است، چون ما از شما یاد میگیریم، میبینیم چی میکنین، چگونه سوال تهیه میکنین و سایر موضوع. خود آقای کهن اگر بخوایم خلاص روش صحبت کنیم که بیننده هم خسته نشن، ما اونجا تاریخ افغانستان تازه میسازیم. یعنی نه تنهایی که روی تاریخ صحبت میکنیم، روی وقایع گذشته، چی تلخ باشه چی شیرین، بالاخره هویت ماست. یک بخش دیگهش آمدات تاریخی است که بعض شاهان افغانی همت کردن بهترین عمارت ها را بنا ساختن و واقعا جای افتخار است که ما همچنین بناها را داریم. دیگر بخشای فرهنگی را در خود داره و ان قریب سفرهای ولایتی ها آغاز میشه. بیننده از منتظر باشن ان شاء الله که چیزی که در توان است تقدیم میکنیم. کوهنوردی خود نمیکنیم؟ شاید باشه. باز خیلی سرا نمیدی که در بسیار سطح بلند کوه جور شده. جلیلی صاحب باز تعریف از همکارا میشه. یکی از زیبایی و قشنگی همکارای ما در اداره ای است که همه عاشق ادبیاتن. یک شعر بخوان. برو استاد راست میگه. برو استاد می. ما این شعر به قادر جان وقت شمیتم یک شعر قادر جان بخونه. خیلی عاشق شعر است. خیلی دوست داره شعر دکه میکنه. ما میخوانم. آره فعلا خودت. ما میخوانم. ما قایمش در مجموع روز تمام دویتی ها و ربایای شهید قاراسی را خدمت دوستا خواندم که عاشق شعرش است. باز قاراسی صدای در گلویم خانه کرده که دنیای مرا ویرانه کرده. چنان تلخ است و دردآلود و غمگین که آهنگش مرا دیوانه کرده. خیر بینی که نقل دادی؟ خط از میشون گم شدم. من استعداد حفظ ندارم. خانه خبر دارم؟ مینوی استاد من یک چیز میشنم. من احساس میکنم نمیفهم که دید شخصی مشورت باشه چی رقم شما احساس کرده یعنی همین دهاتی سه وقتی که دیپلم میکنه هواش تغییر میکنه. اصلا این سوال شخصی از پیش بکنید. من از این خاطر پرسان کردم من هیچ امکان نداره که آدم عاشق نباشه. حس پیدا میکنه وقتی شعر میگه. حس پیدا میکنه فکر میکنه عاشقی یک دوره عاشقی کرده من. جلیلی صاحب عشق بخش بزرگ از زندگی است. آهسته تر عشق که نداشتی، عشق دیوانگی نه باز چی وطن باشد، چی خانواده باشد، چی محیطی که تو زاده شدی در اوجه نافت بریده شده به اوجه عشق نورزی
ما احساساتی ساخته زیاد گرفته. نه آخر شما رو گرفته. چی میکنم اصلا ما گرفته خب گفت دیگه طرف بود. خیلی عاطفی ساخت. و مسئله مخاطب خاصی باشه معلوم دار که آدم عاشق و پدر و مادر و زن نه فرزند استاد خدا این شرایطی نکنید لطفا. شرایط. ببینید ما بیشتر در برنامه‌های استودیوی تلویزیونی از دوستا که پرسان میکنیم ببینید هر کدام یک بهانه جون ما عاشق وطن هستیم. نه هم یگان داره پرسان از کجا هستی میگم از افغانستان هستم. نه اصلی ولایت اصل موضوع. نه خب عاشقی ابعاد مختلف شده داره ولی دیگه تعبیر عشق همون معشوق خب واضح بگویم چی بگویم میخوای چی بشی؟ اصلا عاشق میریم قادر جان هم شعر تا بخوان. هزاران زخم بر جان و دل بیمار خود دیدم، ز بیگانه ندیدم آنچی از دلدار خود دیدم. به به. مترسان زندگی ما را ز جور روزگار خویش، که من محکم تر از جورت جفای یار خود دیدم. نهار کردم غم دل را ز چشم مردمان، اما ولی دل را به تنهایی پر از آزار خود دیدم. نه شوقی مانده در جانم، نه امید تمنای، خزان عمر در سینه غمبار خود دیدم. طبیبم نیز درمان مگر اشعار پرسوزم، که من درمان دردم را در این آثار خود دیدم. به هر سورو نهادم جز پریشانی نشد حاصل، به هر آهی که سر دادم غم بسیار خود دیدم. خیال تلخ فرابی و شبهای پر از ماتم، چی طعم تلخ را در دیده بیدار خود دیدم. به گفتیم مردمای سابق خونه خبر داره. جلی سایران همیشه شیشه. نوی جان گفت من از اون خاطر گفتم جلی سایران شیشتا با اصلا متوجه باشین. کفایت کرد یا خودت میخوانی؟ نه واقعا که قربانتم. خیلی ببینین که دیاتی صاحبم یک ذره یک وقت احساس میکنم که ما شما شعر میخوانید؟ شعر میخوانیم ولی به حافظه کدام شعر نداریم استاد. خب ما بیشتر نثر میخوانیم. یک نصر بخوانید. در پادکست هم میخوانیم. نه پادکست. نصر بخوانید استاد. ها دیگه در آوای کهن هم گاهی شعر دکلمه میکنیم. بله چرا نه. مثلا روز قبلی آغاز کردیم که در کتابخانه هم بود که جهان بر کف میاری اگر علم توانا بود، چو سوزی شمع دانش را دو چشم کور بینا بود. از ما بدون تو کور شد. از معلم دیگه از این بیشتر انتظار نداریم. من جیگرم شعرشان برای کتاب خواندن است، گپشان کتاب خواندن است. آوای کهن هم میبره. کسی گوشم نه گوش میکنم. اگر همکارا اجازه بدن یک وقفه میگیریم. بله دوباره انشالله که در خدمتتان هستیم. وطندار گلم عیدت نه مبارک. استاد نه صبر کن که شما کامل او در شیرش استاد من یک چیز میده. من گفتم از خاطری که استاد ببین ما از ایام بسیار کودکی خود دیگه می قسم نشنیدیم یک نوع دیگه زمزمه شده همیشه چه قسم شنید؟ این شبها خواب میشدیم فردا عید از بازیمی میلودی خواندن میشد بیرقه وطندار گل میدت مبارک، خوشی و دید و دیدت مبارک، خوشی و دید و دیدت مبارک. وطندار گل میدت مبارک، خوشی و دید و دیدت مبارک، خوشی و دید و دیدت مبارک. سبوی دست کالایم نیمه دوز است، خیال یارکم بر سر هنوز است. بگو با یار جان جنگی چراستی، بیا آشتی کنیم دنیا دراز است، بیا آشتی کنیم دنیا دراز است. وطندار گل میدت مبارک، خوشی و دید و دیدت مبارک، خوشی و دید و دیدت مبارک. والا استاد این واقعا این آهنگ من فکر میکنم خاطرات است که انسان با این گریه خورده خصوصا کسایی نسل که نسل هایی که با این زندگی کرده با این آهنگ با این میلودی. من خودم استاد یادم میاد از ایام کودکی وقتی که شب‌های عید میشد و
بسیار یک شور و حلحله می بود. فردا چی وقت صبح میشه، همی شب هیچ طولانی میشد، صبح نمیشد. آمادگی میگرفتیم، باز همی خاطرات میماند و پالای بود همون رادیو تلویزیون ملی پالای ما خلق میکردیم شب از خوشی. باش که همون موضوعی چای خانه نشه. ما مثلا قدر زیاد قدیمی نیستیم. در اون زمان ها استاد هم یک رادیو تلویزیون بود، حداقل یاد ما هم که رسانه ها زیاد نبود. باز میشیشتیم این یه آهنگ نمی رادیو تلویزیون ملی می آمد. استاد ماهید خمالا هستن که از در صحبت میکنه. این خاطرات جالب مانده. استاد خود چی خاطره داری از این آهنگ راستیش؟ و این گروه باران چی تولید کرده بود؟ با این آهنگ و با آهنگ سرزمین من خیلی احساساتی میشم، خیلی لذت میبرم. آهنگی که اگر فعلا هم احساساتی شده یک شعر بخوان. نه بس از تا زمزمه خو کردم که واقعا لذت خاص داشت. بخصوص در رمضان ها ما صفگه که گلی جور میکردیم پشت خانه، مساجد دور بود، لاسپیکر رو قدر نبود. در گذشته ها آزان که میداد با کل ما صدا میکردیم بخوره باز همه تو شواهد باش که گپ دیگه او زمان لاسپیکر و چیزا نبود. نبود جورجی میامد. یا چند سال پیش هم در بعض قرآن و قصبات در قشلاقا همی رواج هست، همی رواج هست واقعا. اما یک واقعیت همی هست، مردم ما در هر کجای افغانستان که زندگی میکنن رسم و رواجای متفاوت خود را دارن و از همه گذشته همی زمزمه را که شما هم کردین آدم به یک خاطره ها میبره. اما قسم استادانه اشتباه نکرده بود. شنونده بودین شما مصروف نفتم نامارلس من یادداشت خودت بگو که چی رقم یادداشت کردم اینجا یک موضوع را پارسا صاحبم زمزمه میکردم. فکر میکنم منم زمزمه میکردم. ما گفتم لپسینگ میکردی. بلافی صاحب با خودت بسیار مقبول می صدایتان با هم دیگه هم آهنگ بود. ما کم خودت کسی با نفس میخوانی. گفتم نشه ما که میخوانیم 4 بیتی میخوانیم خودت بیشتر تذکر دادی که ما نمیده با نفس خیلی بخوانیم. وطن دار گل میدت مبارک خوشی و دیدت مبارک دیگه براستی در کل نگفتن همونه که مردم ما جامعه ما فضایشان به گونه است که حداقل کار ضرورت دارن برای یک دلخوشی و نفسی کار شما و ابتکارتان هم همی بود که حداقل بتانین که یک بخندانین بیننده ها را. و تشکر از جلیس که فضا را افهم میخوایم من فکر میکنم من زیاد شوخی هم میکنم نه طبیعتا هم تو آدم شوخ هم هستم واقعا خسته مستی خوب شد خستگی ها را که چیدی چند شب و روز واقعا در اصل ابتکار جلیس صاحبم به خاطر یک فکره بود، یعنی بالاخره این فضا را بسازیم که یک بیننده حداقل چند لحظه خوش باشه. به همین خاطر بوده این زمزمه را که جلیس برای نوی جان نازنین امی دفترچه خاطرات سابق ما را زنده ساخت. دقیقاً. یعنی هر کسی از این آهنگ یک خاطره داره. خودم خاطره داری؟ خاطره خواه از ما از خوردی که خاطره است که از گذشته ها از هم گذشته ها میشه یک خیر ببینی اما تو کم میریم به سابقه خربوزه را در تیلر می آوردن نیده و موترهای چیز دمون دورانه همین سابق که استاد بیشتر دارم مزایم را گراس میگه این آهنگ از همون زمان است که در او وقت میگه روغن نبود تخمه که واصلین کشتن این آهنگ از همون زمان تا حالا مونده. ببخشید از این زمان شوخی بکنم در اون زمان همین تخم مرغ چقدر بود سایزش بود کوچک بود کلام چقدر بود خدا گردن من نگیره اگه نمید اشتباه نکنم این قادر جان شاهد است در اون زمان ها فکر کنم همین مرغ هم بسیار جوان کاکگی داشتن جوان مردی میکرد میگه دو دانه تخم میداری یک دانه صبح یک دانه بعد از چاش یک دانه شام سه تا شد ایدری صاحب جزئیات بیشتر شما فکر میکنم برای جزئیات نه همین بیننده ها فکر نکنن که این طرف کل مردم های تب خوش از این طرف مردم های غمگین. استاد خیلی حقیقتا
تیم ما برنده نه، 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 چون نه. با شما یک گیم هم داریم نه تازه ما اصلا برمیگردیم ما و بر این طرف رجوع نکردیم هنوز ما فرصت بیشتر برای شما دادیم به تیم نصر به تیم نصر مسپاریم فضا نه نمی شعر از یار از قالب نصر توضیح بدین شما برین شما هم به گذشته ها وطن دار گلم عیدت مبارک. این طرف که تیم خاموش است. بس هم که آوای کهن خودش میفهمه. مثلا که آوای کهن داره اینجا آوای کهن است این طرف که تیم خاموش است مایی که با خاموش برنده نیستید. اما ساوند خودت بسیار کم بود از طرف تیم شما ساوند بسیار کم حضور بود. جلیلی صاحب سبب شده که تمرکز کامرا هم این طرف باشه تمرکز مایکا هم این طرف ما هم باشه انرژی نه ولی میگیریم. کل فضا را استاد دیواشی خوشی من اشاره داد خودت در تیم ما هستی خب یک چیز هست ما دمی آوای کهن خواندیم که سر ورکه او خو سنگر ورکه شکست نمیپذیریم مایی که مرا چارج کنین باز چلنج نشه. حالا میشه که به سبک نصر همی میلودی در بیاره شما. سبک نصر خود آی پارسا صاحب بود از ما خب شما با سبک تاریخی آوای بیاریم. کهن بخوانش. با آوای کهن که نمیشه چیز خوان. شما برین منار غور سرش بس کنین نه استاد یک شوخی ما بکنم باش که در این سر نگه چطور پیش گفتار شد بفرم. امی فضای نظم خود دیگه می قسم صحیح نیست نظم از ما شد نظر از شما نظر از شد ما. پس این گروه تقسیم شد دهاتی شد بله امی قسم شونه دقیقا. امی موضوع نصر شما مثلا امی آهنگ چی رقم شما دمی نصر میریم ما خمی جان خدا دادیم این قشنگ زمزمه هم کردیم شوخی هم کردیم اینا فضا از شماست شما در این فضای نصر برین یک تمثیل بکنید که ما ببینیم چی میکنید فضا را جگرخون نسازیم. خب عرض کنم خدمت شما که متوجه باشید که مایی که تام رسیده الحمدلله. یعنی دلیلی وجود نداره دیگه بهانه اینو نیست. ببینین برای اجازه نمیتونم گپ بزنین چون میفهمم شروع کنم جا مقصد متوجه باش که ما به نظم و نصر بلد هستیم یعنی بچه‌ها بله، بله. نصر رو ماشاءالله افتخار است. خب به هر حال اگر ما بخوایم میره در نصر در بیاریم هیچ نمیشه مثلا نمیشه که پلاستیک با این مقایسه کنیم. چرا میشه؟ یک امروز مثلا روز یا شب سوم عید است این عید از سالهای سال از پدرکلانهای ما تا امروز سینه به سینه نقل شده و امروز با اون اصلهای بعدی از این مثلا پیروی میکنیم. با برنامه دیوان خوش آمده. من یک نقل دیگه داشتم بهتون باید در این صحبت. یک جنبه تاریخی من که فکر میکنم این فضا رو تغییر داده نمیتونیم مگر ای که دهاتی صاحب یک شعر بخونه نه استاد من میگم نه، شعر دیوان زیاد صاحب خوانه. یک شعر برا امیر فضا شیر رقم میشه نه استوریال بسیار نمی خاطره آهنگ ایدی شد پیش از این طول ماه مبارک رمضان بله. سوریال یوسف نبی در هر جای است بله. همون نظم از بسیار نصرشان بسیار قشنگ است یوزار سیف داخل شود اینا دیگه در این با اون موسیقی بخوانم همون قسم از نه تا جای از این رفته یک هم از خاطره برنامه خب خاطره دارن خاطره دارن در جای کار میکردیم اما یکی از دوستا سنشان بزرگتر بود و زود عصبانی میشدن. از یکی از همکارا یک اشتباهی سر زده بود وقتی که پیش رفت و یعنی به عصبانی جواب داد که برای از دفتر اونجا مشته بود و باز اون صحنه که پوتیفار وقتی خانوش برش خیانت میکنه وقتی که خدمه میاره برش غذا را پایینش که میداره بروید همین صحنه رو من که تفصیل نه بکنم من میگم من در این صحنه از خود یک چیز دیگه شنیدم جان میگن همین صحنه که امو چی بود نه شاید از مملکت چی بود نامش بود نام آخناتون. آخناتون میگه که وقتی که امو شرابدارش که اشتباه میکنه باز همون که میگه شرابدار مال سمی صحنه رو میگه تو قشنگ خودت بگی اونم خوبش میگم امو صحنه دیگر هم که امو تا رفیقا خواب میبینن خیلی خوابشون رو تعبیر میکنن دروغ گفتم. اینا دروغ رو گفتم. مثلا خوابی ندیدم. اون رو باید این دروغ گفتن حرفش. البته شوخی میکنه وطندار عزیز همش در قالب شوخی است فقط که شما بخنده چهره خب زندگی یک کشیدی. چیز کنیم با ما یک تمثیل بکنیم تمثیل کنیم میبینین از ما چیزایی میخواین که دعوای کهن هیچ وجود نداشت یک- مردم صاف و ساده بود خب من در قرن داورن اصلا چی نه میگه این نبض زندگی گپ میزنه نه به سبک آقای کهن که ایدری صاحب همیشه مکانهای تاریخی امارات‌های تاریخی را معرفی میکنن قصه های همین شعر را تاریخی میشه بگن که یک وطندار مثلا در بک‌گراند استاد کن وطندار گلم عیدت مبارک یک چیز جالب است جاوید جان پارسای از جالب که در ثبت یکی از برنامه‌های نبض زندگی بودیم ما و پارسای عزیز
خب یک سیگمنت دول پارسای عزیز گفتم که 15 دقیقه داریم. پارسای عزیز 45 دقیقه یک سیگمنت رفته. هر قدر که اشاره میکردم که یعنی وقفه داریم، هیچ متوجه کامرا نمیشد. یک چیز بسیار جالب با ما تمام شده بود امروز. جالب است. در قالب نصر بود حتما. بله. والا پادکست نبض زندگی همونطور یک چیز از بعض وقتا در موضوع که میریم سوال، چون به ما سوال ایجاد شده میره، در ذهنم سوال ایجاد شده کم میره کم هم تو بالا میره. از میمان پرسیده میرم به او خاطر قادر جان اشاره به دست میکرد. ما گفتم قادر جان میومد در پیش روی کامرا ما را میگفتی چی دست تا پیش میکنیم الان میبینم. من متوجه میمان هستم. دیگه او سگمنت بر ما گفته بود که 15 دقیقه و 45 دقیقه دوام کرده بود. جالب است. جالب بود. آقای کهن بیشتر از چیزای قدیمی صحبت میکنه، از همون دوران جدی؟ خسکو که ما نمیفهمیدیم. گواه خودش هم تو مستقیم هم قروت میداد و هم چکن واس میداد. چی گفتی؟ صبر، چی گفتی نوید جان نازنین؟ مهجان نازنین گفتم باش که یکی از دوستا میره قصه کردن که سابق وقتی که ما گاو میدوشیدیم که وقتی میدوشیدی بیف برگرد. برادر دیگه بچه‌های خانه تبدیل نکنه. اما یک چیز انتظار داشتیم. میگه گام وقت فقط در خوابای قروت هم که میخواستیم برش یک ذره سخت تمام میشد، خمت خشت قروت. به هر صورت بسیار خوش گذشت با همکارا. استاد مهدی یک وقتی کوتاه بگیریم چی نظر داری؟ قبل از اینکه به وقفه برویم، بسیار برنامه جالب خوب بود با شما همکارای عزیز و نازنین. واقعا لذت بردیم و اولین برنامه بود که ما و شما با هم نشستیم و برنامه را اجرا کردیم. دهاتی صاحب اشعار خوب دکلمه کردن، حضور جلیلی صاحب هم خیر مقدم میگیم. قبل از اینکه به گیم برویم و با وقفه برویم، جا داره که از همکار خوب و عزیز و نازنین ما شبیر جان غفوری که زحمت کشیدن، تلاش کردن، برنامه را مدیریت کردن، مهمانا را دعوت کردن، تشکری بکنیم. از ناصر جان قند، از فهیم جان قند، انجینر صاحب گرامی و از کبیر جان عزیز که عملا فعلا برنامه را مدیریت میکنن و عقب کامرا ایستاد هستن، تشکری بکنیم. برنامه جالب و خوب بود، خیلی شوخی و مزاح هم کردیم. کل هدف ما این بود که هموطنان ما حداقل یک لبخند به لبانشان جاری شود. جلیلی صاحب روال برنامه بگونه است که در پایان با همکارا، با شماها، با نوید جان نازنین کم گیم بازی بکنیم، یک گیم می داشته باشیم. اصلا مقصد در گیم اول ما برنده هستیم. بله در این گیم شما برنده هستید، چون این طرف بیخی سرسنگین بودیم. ما کم در تمام گیمو برنده. خیر نازنین. استاد تشکر. من میخواستم که یک موضوع یادآور شوم که از همینجا استفاده میکنم از فرصت. اول من صمیمانه تشکر میکنم واقعا از دوستایی که در پشت صحنه کار میکنن. این برنامه ساده تولید نمیشه. دقیقاً. این زحمت‌های شبانه روزی میخواد، خصوصا بخش تکنیک ما بسیار زحمت میکشه و خودتان تمام دوستایی که امروز چهره‌های فراز امروز که من اینجا میبینم هستن، هر کدامشون موفق هستن. من کجا داره تشکر بکنم. سلامت. من حیث برادرتان کنارتان که شما واقعا زحمت میکشین و این برنامه بسیار قشنگ تولید میکنین. این مدیریت سالم شما است. بخیر باشین. بیننده های عزیز، این بود پایان برنامه نسیم ایت. ما می رویم به طرف گیم، یک وقفه کوتاه می گیریم. امیدوار هستم شما هم قسمت گیم را بیننده باشین و طرف درست است. توکل به خدا، ما رفتیم به طرف گیم. دوستان عزیز، جان و سپاس که تا این دم برنامه با ما بوده. در بخش آخر برنامه ویژه ایت با چهره فراز هستیم. در این بخش برنامه البته گیم داریم، گیمی که تیر هست و دوستان ما با دو گروه تقسیم میشن و گیم بازی میکنن. نوید جان بیا بیادر. هر کس بیشترین
امتیاز بگیرید بله استاد. و هر کس دو تیر میزنه و از شماره 1 تا 10 نمره داره. هر کس جایزه باز بعد از چیز ما با جایزه رو بر تقسیم میکنیم. آقا که من زحمت بکشم خود دادم. برو جایزش بسیار وی آی پی است. جایزش معلوم باشه انگیزه میگیره دوستان. نوید جان میریم بخیر. فاصله را مراعات کو. نمیجا برو سعیس بسیار نورمال. شروع بخیر. قنقشی نکو پایت یکم پیش سر با نوی جان دیگه از خط پیش نرو اینه تو. از کدام نقطه دهاتی سبی بر؟ همین نقطه دیگه. امیجا سعیس برو از امیجا هم نوید جان زده بتانه سعیس. همین جام که بزنیم بسیار زیاد است. اوه. 0 1 ده یک نمره نه خیر نه. بفرمایید شما یک نمره. پارسا صاحب از این طرف کمات ناخناق میزدم خوبش میخوب. بیا دیگه ایدری صاحب بار خوب. بفرمایید این ما براتون میزبانی میکنم که تیرا را هم در دستتان میتون. انشاءالله که بتانیم مهدف بله از پشت از یک برنامه دیگه هم از بخیر که پارسا صاحب خوب توپ اندازی است. پارسا صاحب میدونی. برو ایره. 0 تمرکزشون بیخی نمیخوره. اوه بشک شک بابا 8 8 من تصادفی بوده پارسا صاحب. جاوید جان پارسا نه پارسای عزیز نشان زن است. ایدری صاحب بفرمایید. برو ایدری صاحب بزرگوار. توکل به خدا. من گفتم باز نوبت من شد. نشانه را همه تاریخی نشانه تاریخی مثل آوای کهن هم تو اما دم یک گزارش که رفته بودی توپا که فایر نشد. توپ 4. توپ 4. هاشم جان ایدری برنامه خود همیشه هاشم جان کوشش میکنه که برنامه خود ثقیل ثبت کنه. اینا اینجا ما ازش خواهش میکنیم که تو ثقیل انداخت کنه. تعریف کردم. خیلی تیرا رو داشت. لا ببر که چشم تو فکر کو که توپ است. اجازه بدین دایره منتظر است. بفرمایید نام خدا. برو ایدری میتونی ایدری. پایت یکم پیش سر بگی. برو صحیح سبانه که تمرکز کنه. اوه بشک 7 6 اوه ماشاءالله. 6 و 6 و 3 9 3 دو است. رفری ماستم بیادر رفری ماستم دو است. نه دو است مگه موبایل دو صاحب من دفعه نوبت خودت است. بسیار عالی بسیار عالی. اگه میگیم آیم دهاتی میتونی. ماشاءالله همیشه بود. ماشاءالله بله شاعرها برام دهاتی صاحب مستقیم نشانه تا بود قشنگ. تیر به هدف بخوره. خیر یک چانس دیگه ما. اوه بشک 4 نمره 4 نمره. بله پارسا صاحب هم یک تیر ما کم خورد. قادر جان بیا ایدری صاحب نوبت ما دهاتی عزیز. آخر با جلیلی صاحب میمونیم آخر گیم. دو نفر مساوی است. مرا غیر مترقبه از همیشه خواستین بود؟ ما تمرکز ما دست داده بودم. ما قدرت که دیدت میکنی. درست دقیقاً. فاصله را در نظر بگی. قادر جان که همه خود گوشه کنیم انداخت یک بغله نشه. اوه بشک 3 و نیم نیم از ما که خوب بودی جلیلی صاحب یک نوبت خودت یا جلیلی صاحب. والا استاد من به اینجا ماهر نیستم. نه بفرمایید برکم بیا کلمه با دو شیوه پرتاب میکنه دهاتی صاحب. خب برو یک شیوه تا ای رقم برو یک شیوه دیگه تا ما یک چانس میتیم. برو سعیس شیوه مهم نیست نه تو نمیخوام. همین که خودت ما را چانس میتیم ما هم خودت یک چانس میتیم. همه تو میخورم یک چیز جالب بگویم که یک وقت ما 4 مغز برد میکردیم. سمت جان باز یگان ذره قنقشی میکرد. حالا دلش هست که قنقشی کنه. خیره یک چانس دیگه هم دارم. برو با میتونی. ما خودت مساوی شد. نیم نمره نمیشه یک چانس دیگه. میتیم یک چانس دیگه هم برات میتیم. خب من اولین بازی است که من انجام دادیم تا بعد قبلا خیر دیوتی صاحب مرا یک من میره تست میکردم و ایدری صاحب. امیر تست یک سایز یک چانس ما هم از پشت خودت دارم برای که مرا در جریان برنامه از ما خواستن. دیاتی سوی باز در جانزنی از دیگه. نیست نه خیر یک چانس ما یک نفر یک چانس میتونی. متوجه باشین جلیل صاحب سعی کنه نشانه بیادر برو بیادر
حیفم چانسه که برات دادیم نه اینال نوبت آخر از ما بود برای که ما بیشتر خود تست کردیم بیشتر خود تست آها دیگه نشدی رقمی نمیشه. ماشاءالله 7 برای من 7 معلوم میشه او ماشاءالله خوبش 5 بسیار ما پارسای سایت مساوی است و آخرین چی است چی میگه شلیک است که میریم بخیر باز به برنامه بعدی به گیم بعدی درست شغل دیگهش ما برنده میشه انشالله برو خوب شد یک دو سه میزن یک دوره اگه نه ما خود در گیم بعدی شما فعلا برنده هستین پارسا بله خودت اداری صاحب پس از برنامه استاد بریم یک لحظه اجازه بتین بود کده خدا مونده استاد ماهد نه تیر نزنه استاد ماهد اوهو من میگم جای یک نفر خالیز بیادر اوهو فعلا 8 نمره هستم 8 نمره جاویدجان پارسا دگاه باختن فعلا نمره بالا را ما داریم یک شیر نمیخوری؟ عزیزم خینه دستت مبارک دل شوریده و مستت مبارک ما قربان چام در عید قربان دمای نو پیوستت مبارک در عید شیر قربانی بود بفرمین استاد بفرمایید دمی هر جا که استاد میشه استاد مقصد متوجه باش که من نمره مهم هدف است استاد درست است باش که من مایک من بگیرم بیام کمک کنم استاد بسیار خوب جای ماندی ما سعید به خودت ماندی مقصد من به خود باور دارم استاد یا کمی کجام شده اما قسم است استاد کمی پیش نرو خیر تو نشانت راست بگو استاد برو استاد یکم پیش بره پیش برو استاد بزرگ ما پیش برو سابق بزرگا پیش سر میرفت بزرگا پیش یک چانس دگام برات میتیم استاد یک چانس دگام داری که نابلد بودی بفرمایید درست است امی گرفتنش همه درست است ما دقیق سعی کنم بشک والا بشک استاد بالاترین نمره را گرفت نونیم سال 8 بود نونیم استاد پور 10 حساب کنید دیگه نگوین نه به خاطر که در مرکز نخورده نه و دهاتی صاحب نزدیک به مرکز است از خاطر نونیم بعد از خود دهاتی صاحب نگوین که معلم به حاشیه است معلم در نقطه اصلی است بدون شک ما دیدیم توانمند است معلم گر نمی بود این قدر علم از کجا بشه خیر باشه و بسیار عالی به دیگه ما برنده است بخیر دوستان نهایت عزیز ای بود بخش باش ما بشینم میشینی؟ خب من افتم در پالی استادی باشی ای بود گیم ای بخش از برنامه یک گیم دیگه هم داریم پس از وقفه حتما منتظر گیم هم باشه دوستان نهایت عزیز جان سپاس که تا این دم با ما همراه بودید رسیدیم به بخش آخر ویژه برنامه ایدی با چهره های فراز استاد میشه گیم داریم دیگه بله گیم به گونه است دهاتی صاحب که همکارا یک نفر میاین بله هر کدامشان حق دارن که 10 دانه از این توپک ها را بگیرن بسیار عالی هر کسی که تانست که به این گلاسا تعداد زیاد بندازه بله دیگه خودت انتخاب بکو به ترتیب بخواینشان از یک سر رو میخوایم به قادر همیج جان استاد میباشن قادر جان بفرمایین بدر این قادر جان قند بفرما 5 دانه نمیشه استاد نه خواهش 5 تا دیگه میکنم هم دیگه میتونیم بله یعنی 5 تا دیگه هم هست آل اون را بونم 5 تا به ما براتون تسلیم میکنم نه 10 تا شما دست دانه نزنید. تو تایشم خانه کنی مشکل نداره لاسا کج بود استاد بسم الله نگفتی نمیشه شک نه دیگه غلط نه دلش از دوباره بره 4 تا دیگه بهش استاد که یک تا رو دوباره استفاده کرد اضافه باشه استاد خب یک تا بخشش دهاتی صاحب بسیار عالی. یادداشت بی قادر جان 2 دانه بله قادر جان میشه تشریف جلیلی صاحب ببری بیا
باش که رو دوباره خالی کنیم. جلی صاحب بیا که نوبت خودت است. جلی صاحب بیا که 5 دانه. باشه 5 تا را من تکمیل کنم استاد. بری جلی صاحب بخیر شروع. فکر میکنم خب 4 مغز بازآوری اما تو جنگ امیدی استاد خودش آمده دیگه. خلاص شد. از او کده بیخی تو بنداز. نه استاد خدا امورم یک دانه دیگه هم حق داریم. فعلا تو برنده. بله. اوه الا بشک بشک نه اما 4 تا استاد من برنده هستم. یک بله، شانس بله. دیگه مرا میتینی. دانه آخر. اگر مو بخشش بشک پورا کردی. بسیار عالی بسیار بگو عالی گیم آخر بود. بله بسیار بله. عالی دایی اول است. یارا بگو بیاین استاد بیاین. ایدری صاحب شما دعوای کهن استعداد دارین. بله الحمدلله فضل خداست. نوید جان نازنین شام در شام کامل. ایدری صاحب نازنین بریم بخیر بفرمایید. تو بارا که سر کوی سوپ میزنی طالع کردین طرفا نگردین بخوایتان است. آدم کهینک داره به این کارا چیه؟ بله. باید شد دیگه دیگه گلاس فرای کنه. هیچ کدامش نشده؟ نه خیلی ببین از اینکه دعوت ما را نوید پذیرفتی. جان نازنین بیا. مگه ایدری صاحب میتونه. نوید جان نازنین ما 6 دانه 6 دانه گرفتم. بفرمایید. نه جلی صاحب فکر کنم همه را خانه کرد نه اگر نه بیایی تسلیم شوید پیش نریم نگه وقت قبول کنه نه نه ادامه بده ادامه بده. 5 دلار تو برو برو. ما و خودت هم ماندیم. استاد متوجه بودی کورم کل گلاس ها را پورا. او دیگه میره. پس میامد یک چانس بیارش برو برو. نه او میره. برو خب خب مرا چند دانه داده بودیم تو؟ 6 تا 6 دانه. 6 تا ما براتون دارم حال دیگه روزه تیش 5 صحیح ای بابا دیگه نمیز کبیر جان یاد جمع کو بیار. نه یه حساب نیست. نه او که فهمیدی برو بیادر یک شام چی یک دانه کرد مونده بود. تقلی کرد یک دانه مونده. اون امور تقلی یک کرد دانه. یک دانه مونده. استاد متوجه باشی. پارسا صاحب بیا. 3 دانه بازم چی من فکر میکنم که خودت رتبه دوم میگیری جلی صاحب اول تشریف است. ببر جایت بیادر من فکر میکنم که شما ما انشالله در گلاس 2 تا بخوانم. یک دفعه نبض از زیر ببین. نبضش کاملا نرمال است. حالا معلوم میشه بله. که میتپه یا نه او بشک تا حال رو خانه کو خانه است. دستت پر باشه با یعنی نمیتونی یک تا دیگه هم پیش داری. 4 تا. جلی صاحب چی کردی؟ اساسا میتونه. بسیار عالی خوبش فعلا نوید جانا بیا تو دهاتی صاحب بیا یک دهاتی چانس صاحب بیا. بیشتر ما خودت ماندیم بله. برو بخیر نه خودت برو خودت. نه نه اول شما برین. خب از ما یاد بگیری باز آه که ما از خودت یاد بگیریم. چند تا شد؟ استاد یک نقل تو استاد دادی. والا ببینید یک نقل کوچک میگم برات. اوه من الله توفیق. چرا خلاص است. نه برا نه، 3 دانه ماند 7 دانه دادی خب پس آن 2 تا را یکی دیگه هم بده اوه کسی خوب شد که یک بینی خمیری شد برو اگر می تو دادن انداخت نه. 2 تا دیگه هم ببرد. والا تو بشک پک اوف باید دام پاس بده استاد. استاد کلام نکن.
او نه بیا استاد ما استاد ما بیا خودت باش که 6 دانه گرفتیم درست شایست است؟ شایست چه خوب آدم اصولی دیگه شایز خودش اعتراف میکنه 6 تا گرفته یک صحیح چقدر خوب نزدیک میگیری او رقم تمام میتونستم چند تا شد؟ 6 تا 4 تا دیگه عبدالرسول تقلب نکنید 4 داره 4 گیلاس باید نه جلیل صاحب خودت برنده هستی بیادر اگر یک تا مونده بود یک تا من 2 تا برات میتونم برو درست. دو تای دیگه من تقلب کردی خب نه سایز دیگه بیادر درست است؟ آه بسیار عالی باور داریم 2 تا دوم این هم بود آخرین قسمت برنامه ایدی ما که با همکاران خیلی خوب و نازنین ما از استودیوی فراز در خدمت شما بودیم. امیدوار هستم که روز و روزگارتان وفق مرادتان باشد. باز هم ایدتان مبارک. تا ایدهای دیگر که در خدمتتان اگر زنده بودیم و قرار گرفتیم به الله بی همتا میسپاریمتان. وفقکم الله. خداوند نگهدارتان